هر دو سروکین استخبارات سوریه و ترکیه علی مملوک و حکام فیدان به ناوبینکاری روسیا جویان پرسا اولکاری سینور شر پیده یپگه حسده گلک مجارین دنین امنی گوتو بیش کرن لگوری مالپرا انتلیجنس اونلاین یا فرانسی کو مالپرا که استخباراتیه روز هفته و مها ایلونه او هفتیتن پیکاتیه انتلیجنس اونلاین یا فرانسی هر وها اشکره دکه که انجام انجوین نبدل هر دو آلیان بویه لی هر یکی جوان نرین و مرجن خو پیشکش کرنه هفدیتنا حکام فیدان و علی مملوک لموسکو چه بویه دادگاه بلندیا فرانسا 4 سال زندان لآب سروکومار سوری رفعت الاسد به تهمت دزیا پریان دولت و سپیکرنا پریان بری یعنی 4 سالان زندان محکوم کرد لگوری بریار دادگاه و حکومت فرانسا حمو پریان رفعت الاسد این لوی ولاتی حجز بکه سال 2013 لدادگاه بلند فرانسا لدجی رفعت الاسد لسر دزی و گندلی و سپیکرنا پریان گلی هاتبو کرن در حزیران 2020 دادگاه رفعت اسد به 4 سالان زندان محکوم کرده بود. هر وها بریار دا که 9 میلیون یورو ین اسد رفعت الاسد بین حجز کرن اف بریار روژا هفته تباخه هاتبو در کتبو واره جی بی جی کرنه.